صبر کن توی یه دقیقه میخوام بهت با تکسچری که توی پست قبلی یاد دادم یه تابلو میلیونی جذاب بسازم. برو بریم. اول سطحمون رو با رنگ اکریلیک دلخواه رنگ میزنیم. میتونه سطح MDF یا بوم باشه. اولین تکسچری که توی پست قبلی ساختیم ترکیب رنگ اکریلیک و جوش شیرین بود. خیلی خوب مخلوطش میکنیم و با کاردک روی سطحمون اینجوری میکشیمش. تکسچر بعدی که ساختیم نمک با رنگ اکریلیک بود که اینم یه بافت خیلی جذاب داره. دارم همه تکسچرها رو براتون روی سطح میزنم که تفاوتش رو با هم دیگه ببینید. جوش شیرین و نمک خیلی با هم فرقی نداره. تکسچر بعدی که بهتون توصیه نمیکنم رنگ اکریلیک با شکر هست. دونه‌های درشت و بامزه‌ای داره، اما بعد از اینکه خشک میشه یه کمی چسبنده است. تفاوتش رو با دو تا تکسچر قبلی به خوبی میتونید ببینید. چند ساعتی به تکسچراتون زمان بدید که کاملا خشک بشه. حالا یه شابلون رو بعد از لوازم هنری یا تهیه بکنید. یکی از تکسچرها که میتونه نمک با رنگ اکریلیک باشه رو مجدد درست میکنید با رنگ دلخواهتون. شابلون رو روی سطحتون میذارید و هر قسمتی که دوست دارید رو تکسچر رو روی اون قسمت قرار میدید و بعدم بذارید تابلوتون کاملا خشک بشه. و اینم نتیجه نهایی کار. حتما اگه از اکسپلور اومدید پیج منو فالو کنید. کلی آموزشای 1 دقیقه‌ای جذاب داریم.